گلتر نریمان چی شده؟ شام خوب معلوم نمیشد. نه خیر بیادر، جوانی هست دیگه، این کارا را خدا را. کدام وقت شاهین هم میبینه؟ در یک منطقه هستن بیادر، حتما که میبینن. گلتر او موضوع بسته شد بیادر. صبح بخیر مادر قندوله. صبح بخیر دخترم. شایقه میخواستم برای چیزی به تو، من فراموش کردم. تو اینجا بیا دخترم. را برو. تو چی گپن؟ ایره بپوش گفتم که هوا سرد است. خنک میخوری بپوش دیگه دخترم. من خنک نمیخورم. خنک میخوری دخترم. ایره بسته کن. گفتم بسته کن بپوش. مادر زود باش عجله کن. چقدر مقبول میگه دخترم. نظر نشی یک دانه ماشالله. همین قسم دخترم مقبول میگه. بسیار مقبول شدی جانم. بیادر شایقه میره. روز خوش برات میخوایم. بسیار تشکر مامو جان. تشکر ماما. شیطان میگه یک دانه در بغل گوشش کش کن، اما اولاد است دیگه. تشکر میکنم. نوش جان آقا. برام قهوه بیار شهربانو. بچشم خانم. صبح بخیر. صبح بخیر. من میرم. صبحانه نمیخوری؟ در شرکت میخورم مادر. بچه ما زیاد کار میکنه ایجا، البته اگه وقت داشته باشه. گپای $1,000,000 در سر میز ماند. گفته بودم که تلافی میکنم. چطور؟ خودم هم نمیفهمم، اما حتما کار میکنم. مجید کم زود شو، اگر نه باز مجبور میشیم که در دادگاه نکاح کنی. مادر تا چی وقتی قسم از من روی میگردانین؟ حتی نمیخواین طرف مسائل کنین. چی کنم؟ نه که میخواین من خانه را ترک کده برم. کس که امروز زحمات مادر خود نادیده بگیره، باز فردا خانه خودم ترک میکنه. مادر جان، برای تو وعده میتونم که دیپلم من میگیرم، اما لطفا خواهش میکنم در موضوع پول مداخله نکن. عقل تو را نریمان از سرت گرفته بچه. مادر وعده میتونم که دیپلم من میگیرم، در دیگه هیچ چیزی مداخله نکنین. شاهین نمیخوایم پولی که بدون دیپلمت به دست میاری داخلی خانه شبا فهمیدی؟ پولی آهنگایت نمیخوایم در این خانه مصرف کنی. به خاطر هر کسی که میخوایی او رو به دست بیاری برو. مادر خداحافظ بچم، خداحافظ. خداحافظ. بله
شاهین؟ رویا بسیار خوش شدم که زنگ زدی. کجا هستی؟ همیاله به شرکت آماده میتونی؟ بله مهم است. با امید دیدار. نریمان؟ کجا میری؟ میخوایی مجیده ببینی؟ حتی در غذای شب به یک هتل بسیار زیبا میریم. رشخند میزنی ها؟ اگه خداوند خواسته باشه شاید همین قسم شوم. فخریه اعصابم بیازو خراب است. امشب نی زنگ زده و نی پیام داده، یعنی از مجید هیچ خبر ندارم. یه گپ برات میگم. ما درباره این عشق تو بسیار زیاد گپ زدیم، اما تو نیست بسیار در این مورد فکر کردیم. بهتری خود بود که در قصه هیچ چیزی نشی، کل چیز به قلبت بان که او چی تصمیم میگیره. درست است؟ کجا میری؟ به کارگاه میرم. پیش اینجا آرجو اغلو او زن ترا بسیار ناراحت ساخت، متوجه هستی؟ بله بیازو از همین خاطر میرم. تا وقتی که بچهش از من طرف نشه ما به هیچ جایی نمیرم. آفرین مقبوله. حالا دیگه خداحافظ. حالا دیگه برو درس اینجا آرجو اغلو را برش بده. یعنی چی؟ ما درس بتم؟ چی بفهمم دیگه؟ وقتی که او زن ای قسم میگم بسیار خوش میشم. استاد میشه که اونا را در بیرون بانم؟ بان دیگه در قصهش نشو. نخیر بیرون میکنم. بچه میره دیگه، از کجا کدی کارتا کو. روز بخیر. خوش آمدین خانم گلتن. بچه حالا دیگه اونا را منظم که صدقه شم. حالا زود شو، حالا قربانت شم. بفرمایید خانم گلتر. برای امشب ماهی پخته میکنم. گفتم کمش نیام امرش بگیرم. جمال. جمال؟ استاد جمال. راستش اما جمالم که گفتین درست بود. چی وقتی شیرینی را پخته کردین؟ همین امروز پخته کردیم. او بار دیگه او قدر خوبش نبود. میشه که 1 کیلو برام بتین؟ فهرست موادای لازمه را داده تا بودم. فردا کل چیز آماده میشه. عالی است. بفرما. خوش آمدی جوان. خوش باشین. باید تجلیل کنیم. میفهمیدم که تو با استعداد هستی. چی شده؟ کم مانده که تمام البومایت فروخته شد. آقا شاهین امروز سیاوشخان مشهور دیگه به خاطرت قرارداد کردم. قرارداد چی؟ در البومای جدید از موسیقی تو میخواین استفاده کنن. متوجه باش شاهین، از خوشی ضعف نکنی. فکر میکنم انتظار آمدن من نداشتین. فراموش کرده بودم که امروز هم درس داریم. من فکر کرده بودم که امروز هیچ کاری ندارم. از او خاطر منتظر آمدن هیچ کسی نبودم. میتونم به کارم شروع کنم؟ هر چیزی که خودت بخوایی او امکان داره. درست است. اما کمی زود کار کو. امروز وقتتر بیرون میرم.
آهنگا در البومای ای دو آوازخانه مشهور است. اگر میتونی یک بار بیبی. نمیفهمم که چی بگویم، اما بسیار زیاد تشکر. از منی، از رویا تشکر کو. من استعداد تو را کشف کردم، اما ای تو را با اوج رسان. رویا تو را بسیار خوب میشناسم. میفهمم. خب دیگه میشه که امشب با هم غذا بخوریم؟ از امیال آمادگیش بگیریم، درست است؟ درست است. شام باز میبینیم. خداحافظ. صبر کن شاهین. ایره بگیم. تبریک باشه. تمام شمی است؟ بله. سلام. ازگور خوش آمدی. و تشویشت بودم. شب تا صبح در فکر تو بودم. اگه بگویم خوب نیستم؟ مجید، در ضمن اینام بهترین تکایی هستن که دوستشان داریم. این تکه ها با مدلان مناسب نیست ونور. اما چیزی را که میخوایی باید سفارش های مخصوص بدیم. ای چی است و چه قسم است؟ ایره نمیفهمم، اما همیال میپرسم. اگه واقعا میخوایی بهترین باشه باید تکه های خوب را در نظر بگیری تا جلب توجه کنن. چی؟ اگه از این تکه لباس جور کنه فکر کن چقدر مردم خوشخواد کردن. شما غذای چاشت نمیخورین؟ ما بسیار گشنه شدیم. غذای چی ازگوره؟ تو درباره این تکه از کجای قدر معلومات داری؟ از تولیدی. فابریکی چی؟ فکر میکنی بعد از تو در هندوستان چی کرده باشم؟ ازگور هیچ باورم نمیشه. اگه تکه ضرورت دارین میتونین از تولیدی که در فرانسه دارم از اونجا بگیرین، بسیار خوبش هست. ازگور همیالا باید درباره قرارداد گپ بزنیم. امکان نداره، ما بسیار گشنه شدیم. تمام شد؟ بله تمام شد. بعدن خودم ترتیبش میکنم. درست است. میشد که به این تصویر یک نام میدادی. دور بودن از عشق و تنهایی. عادت ندارم که تو را در شرکت ببینم. بسیاره رو ساختی. از این بعد باید عادت کنی. بدون شرکت پدرم دیگه هیچ جایی خوشایند نیست. برجو بفرمایید آقا مجید. دخترا آقایان بسیار خوش معلوم میشین. تکیره که میپالیدیم پیدا کردیم. چطور؟ فکر کو کسی کمک کرد. کی کمکت مجید؟ دو وقت غذا گپ میزنیم. درست است. فکر لیست. بفرمایید. فکر خوبی است. بگو چشمابی. شایقه ازت کمک میخوایم جانم. میشه برام بگویی که مجید فعلا کجا است؟ های های. اما اینه بافام که پلینام همراهش است. مهمی نیست که همراهش کی است. در کجا است؟ درست است. تشکر میکنم.
جهان امشب تدلیل میکنیم، آماده باش دوستم. درست است، خداحافظ. خدایا همراهیم کمک کن. ماجید تو چطور نمیفهمی که پدر روزگور دمی عرصه کار میکنه؟ بله میفهمیدم. با آخرین بار که ازش دور شدم اون وقت پدرش در پاریس کار میکرد. راست میگه، کارهای تکره. ما در هندوستان شروع کردم. پیش از اینکه قرارداد امضا کنین گپ ازگور به نظر ما باید هم یادی قرارداد امضا کنیم. درست است. اگه خواسته باشیدم اینجا امضا میکنیم. هر قسم که تو خواسته باشی. نه خیر دیگه. پسانتر مجیدی قرارداد دادم اینجا بسته میکنی؟ بله رفیق. فکر میکنم وقتش رسیده که تو را از پیش خود دور نکنم. حد میزنم که همه دگان باید فکر کنم. فکر نکن. فکر کردن انسان ترسو میسازه. بالای ما باور کن این کار برات یک آغاز خوب خود بود. نریمان بسیار عالی. یک تو دمیجه کم بودی. فکر میکردم که نریمان چرا امروزه بین ما نیست. ما میخوایم همراه گپ بزنم مجید. همیاله. نه خیر نریمان. اول باید یک قرارداد مهم امضا شود. ها یا امضا. تبریک باشه رفیق. تبریک باشه.
نوش جانتان. از قدیم گفتم همراه یک تیر دو شکار. یا که پشت یک شکار دو تیر روان است. چی شده مجید؟ او قدر آسان نیست نریمان خانم. اما در اونجا خود استمه گرفتی؟ بله، چون نخواستم در داخل کدام ماجرا برپا شود. تو ازم انتقام میگیری؟ نه خیر نریمان، تو سرم اعتماد نداری. مجید کوشش کن مرا درد کنی لطفا. بیاز بسیار درد کشیدیم، تو دیگه برام درد نتی. خداحافظ نریمان. تو سر عشق ما اعتماد خواد کردی مجید. باز میبینی حالت که بلین چی شده؟ از دستتون نجات پیدا نمی کنم ها؟ من به خاطرت به تشویش بودم. چرا به تشویش بودی اونور؟ به خاطر چی؟ میخوای ببینی که چه رقم درد میکشم؟ دی وضعیت را زندگی نکن. با تو غرض نیست. دستم ایلا کن. ایلا نمیتون. حالا اگر بخوایم دستت ایلا نمیکنم. تو میخوای چی بگی اونور؟ بیلی من نمیتونم تو را در این حالت ببینم. لطفاً دیگه پشت مجید ایلا کن. یک بار امتحان که همراهی کسی باش که واقعا دوستت دارم و برات ارزش قائل است. بدون مجید دیگه کس هم هست پیلی. اما چشمای من بدون مجید دیگه هیچ کس را نمیبینه. من هستم. من تو را دوست دارم. من همیشه تو را دوست داشتم. هذا تبشنو طولون. من کوشش میکنم که کارایت فراموش کنم، اما تو متوجه باش که هیچ وقت دیگه فراموش نکنی. بله دیوانه شدیم طرف تخت خالی سل کرده دیوانه شدیم. مادر بچم دمی خانه همینجا پیش ما تولد خواهد شد، درست است؟ درست است بچم، به تولدش زیاد وقت مانده. بیبی خانم اصلی پیشی دروازه عذرزاری کده خود آمد. عذرزاری چی مادر؟ شما میفهمین که چی میگن؟ کسی که باید عذرزاری کنه او من هستم، متوجه هستین؟ بچم تو براستی که دیوانه شدی؟ بله دیوانه شدیم. ما پشیمان شدیم، میگم که پشیمان شدیم. چرا نمیفهمین؟ اصل ما پشیمان شدیم به خاطر که او دختر در این خانه آوردیم، به خاطر که سر بچه می مشکلات آوردیم. من پشیمان هستم. حالا چی کنم؟ مادر زندگی ما شما خراب کردین. اصلی را با وجودی که باردار بود شما از این خانه بیرون کردین و حالیم شما باید او را بیارین. فهمیده شد؟ تو زیاد منتظر خاط ماندی بچیم. اگه میخوای خانمت پس در این خانه ببینی باز باید صبر داشته باشی، درست؟ صبر چی مادر؟ صبر چی؟ این گپ ما خوب گوش کنین مادر. اگه شما میخواین که مرا در این خانه ببینین پس اصلی را باید بیارین. اگه تا فردا شب اصلی به این خانه نامد دیگه مرا در این خانه نمیبینین. بچیم امرا تو کجا میری؟ امرا قلبم
آی دوست خوب من، با خیر باشه. زنده باشی دوستم، با خیر کل ما باشه. آفرین به تو. در زندگی تو روزای خوشم میبینم. صبر که تا حالی چیز معلوم نیست، اما خود دیدیم که زندگی چه قسم تغییر میکنه. خب تو چطور هستی؟ چندان مزه من نیست. و به نام جهانک زنده جانه هستم که در نبود شایقه تمام کارها در زندگیم توقف کرده رفیق. تو هم بسیار شاعرانه گپ میزنی. خب ما زخمی شدیم، تو نمیفهمی؟ فراموش کردن قسم دختر آسان خانه است. خوش آمدی دوستم. تشکر. ما در زندگی فقط درباره دو خانم فکر میکنم شاهین. یکیش خاطره بودن در بطن مادرم است و دیگهشم شایقه خانم. ما هم درباره نریمان. خاطر دفنه بخیلی کردم. گوش کن. فقط چیزایی را که احساس کردم همو را برات میگم مجید. هر چیزی که قلبم میگه تو همو را میشنوی. من اتفاقات زندگی من فراموش کردم و بعد از یوم هر کار که میشه شوم. من فقط یک چیزم میفهمم و امی است که تو در زندگی من مثل یک معجزه آمدی. وقت نام دفنه را شنیدم بازی بخیلی و عصبانیت من به خاطر ای بود مجید که من نمیتونم از تو منصرف شوم. فهمیدی؟ ما برات گفته بودم که هیچ وقت دستای هم دیگه خود رها نکنیم. رها کردن دستار خوبان من بدون تو نفس کشیدن نمیتونم مجید. تو باید بفهمی که چرا اقدر بخیلی میکنم و میترسم که همین عشق ما از بین نره. اگه تو بری زندگی کردن برام حرام میشه. این عشق تو برام دادی. لطفاً ایره ازم پس نگی، خواهش میکنم. این ترس ما به حقیقت مبدل نکن، خواهش میکنم. او جمله را فراموش کردی که یک عاشق و معشوقه خود میگه؟ درست‌ترین جمله است. باش که من امرایت کمک کنم. من تو را دوست دارم. دوست دارم. اگه عشق می باشه پس من بالای جمله باور دارم. بله فخریه. وقت زنگ زدن بود؟ امرای مجید داشتی کردی؟ بله. بسیار خوب شد نریمان، واقعا بسیار خوب شدم. خوب است، پس من نباید مزاحمتان می شدم. آفرین، دیگه همراش قهر نکنی جانه. درسته. درست است، تشکر میکنم. حالا بیا که بریم. کجا؟ من نمیخوایم کار نیمه باقی بانه نریمان. حالا همراه ما بیا. اما کجا میریم؟ یک کار نیمه مانده را خلاص میکنیم.
شایقه چی شده؟ میخوایم امرای کم گپ بزنیم. ما خود گپ زده بودیم. کم گپ زدیم، بعضی چیزا رو باید برات بگویم. خوب است. گپ بزن، گوش میکنم. امرای من قسم گپ نزن. جهان، هر چیزی که میخوایی امیال برام بگو و اون موضوع را بس تکو. تو همراه ما چی مشکل داری شایقه؟ ها؟ تو همراه ما چی مشکل داری؟ گفتم همدیگر را دوست داشته باشیم، گفتم با هم غذا خوردن بریم و باید همدیگر را بیشتر بشناسیم، اما تو نیست؟ با نظر به شناخت شاید آینده با هم باشیم. تو دا پشت ما فرار روان کردی، حتی ما نپرسیدم گناه کی بودن شایقه. ما فرار کردم و اذیت شدم، ما را با چاقو زدن شایقه، با چاقو. از خاطر تو ما را در بین سرک با چاقو زدن شایقه. کم بود که بمرم، میفهمی بمرم. طرف ما بی شایقه، در بدن ما یک زخمی است که او را تو برم ساختی. هر وقتی که تو روی دزم دور میتی او خون ریزی میکنم. یک تشکر کافی بود، فقط یک تشکر. میخواستی چی قسم تشکر کنم؟ هر قسمی که خودت مناسب میدیدی شایقه. ای کارا نمیکنم. من از تو تشکر نمیکنم و من نداره. تو هم نیستم. تو به خاطر من چاقو خوردی، اما تو رست. بزن، بگی او بزن، بگی همراهش مرا بزن تا حساب ما خلاص شود. شایقه، اگه شما بردا یک روز انسانه بخندانین، باز در بدن 3 روز دیگر ناراحت میسازین. خوبی و احسان شما را هیچ کار ندارم، هیچ کار ندارم. شایقه صبر کن. چی شده؟ شایقه، ای قبرستان زندگی، زمین ها ارزان هستن، اما سنگ قبر قیمت است. بزن، بزن که حساب ما همراه تو هم خلاص شد. خسته شدیم. شایقه، شایقه، دیوانه شده اسماعیل. میگه تمامش گناهی محض، دیگه هیچ گپ از ذهنش نمیبره. بس ها؟ ما به او گفتم که متوجه خانمش باشه و هوشیار شوه. فکر کردی اگه تو برش بگویی هوشیار میشه؟ اسماعیل، ما برات گفتم که در بین خانم شوهر مداخله نکو. امقه
اوه در اصل باید زیاد گپا را برات بگویم، اما به خاطر بچه‌ایم است که چیزی نمیگو. اصلی در هر جای میگه که سببی این کار خسرم بوده و امرام از هر کس میشنوه باور میکنه. ما خود چیزی را نفهمیم. ما با خانم او چی کردیم؟ باور که او خانواده تمامشون دروغگوی هستن اسماعیل. آه امره، آه بچیم. چوب باش دیگه زن گریه نکو. چی کنیم؟ حداقل دی باره خود فکر کنیم باید. آی با عصبانیت گفت که اگه پدرم اصلی رو پس به این خانه نیاره باز ما از این خانه میرم. تو هنوزم میگی که باید چیشتا فکر کنیم اسماعیل؟ یعنی ما باید به خانه خانم زرایشان رفته از دخترشان مزرعت بخوایم. همین رو میخوایی؟ خیلی مزرعت بخوایم اسماعیل؟ اصلی ده هر جای به همگی میگه که باعثی کار پدر امرست. جانم تو یک بار برو ازش مزرعت بخوای. اگه قبول نکنه باز او کار خودشان است. باز ما میگم که پدر تا دروازه اونام رفت اما دختره برش ندادن، گپ خلاص میشه. نخیر با تنها اونجا رفتن هم میتونم. آمدم. خوش آمدی. گوش نشدی؟ چیزی برات آماده کنم؟ من نفهمیدم که دختر چی شده. شایقه دروازه را باز کن شایقه. شایقه ما آمدیم از شما به خاطر کمک هایی که امروی ما کردین تشکر کنم. واقعا شما بسیار انسان خوب هستین. کاری که شما به خاطر من انجام دادین اگر پدرم هم میبود نمیگه. قرض من به زودترین وقت ممکن ادا میکنم. بسیار تشکر. اما قسم تشکر بدون توفه هیچ فایده نمیکنه. شایقه دخترم چرا این قسم میکنی؟ میگم دروازه را باز کن. بخد که ناوقت میشه. میبینی؟ تقدیر ما همی است رفیق. ما در هر جای پیش هر کس ناوقت میرسیم. جهان دست نزن. بیادر اینجا چی شده؟ شایق از میاد تیر میشد باز پیش ما آمد. خب به خاطر چی آمده بود؟ به خدا به ما زجر داد باز رفت. چی شده از اول برم قصه کو.
این داستان شروع نداره رفیق، فقط ختم داره. شایقه چی گپ از دخترم؟ تو چی شده؟ چیزی نشده مادر. آقا مجید، خانم محترم، خوش آمدین. بفرمایین لطفا. بسیار تشکر. میخوای بالا پشت بکشی؟ مجید ضرور بود که اینجا بیاییم. چرا؟ خوشت نامد؟ تو اینجا همراه پیلین یک جا آمده بودی. اشتباه میکنی. بله پیلین آمده بود، اما او وقت ما رفتم. در صفحه های روزنامه عکس هایتان در وقت غذا با هم دیگه چاپ شده بود. بله در یک میز بودیم، اما او اولین بار بود. بعض اوقات اولین بار آخرین بار می باشه. ما هیچ وقت کار نمی کنم که تو جگرخون شوی. مام هماتا. خانه چطور خواد شد؟ امیمشان زیاد سرم گپ خواد زدن. با فخریه زنگ بزنم؟ نه، فخریه نمیتونه ای کار حل کنه. مجید خوب است که من خانه برم. نریمان لطفا نرو. کسی دیگه نیست که حالت اداره کده بتانه؟ عزیزم چند دفعه برات زنگ زدم، چرا جواب نمیدی؟ نه که مصروف هستی؟ کار داشتم عزیزم، موبایلم در شارژ بود، نتونستم گپ بزنم. بله شایقه، اگه کسی در خانه است و نمود نساز که امرای ما گپ میزنی، درست است؟ زود خانه بیا. من به خاطر امشب از تو یک چیز میخوایم. درست است میایم، کارای زود خلاص کنم پیشت میایم. نریمان کجاست گلتر؟ پیش فخری است. نریمان خانه فخریشان است، مرم گفتن که اونجا بیایم. توبه ای گپ دیگه از کجا شد؟ امروز روز تولد فخری است. نریمان پسانتر خبر شد، آل کیک گرفته اونجاست، مرم اونجا خواستم. خوب است، تو هم برو، اما ناوقت نکنین. ناوقت نکنی دخترم. درست است. شاهین نه مقابل تو حال دیگه یک آینده متفاوت تر از بیادر. رفیق وقتی گذشته ما یک چیز باشه باز آینده فرق نمی کنه. حالا بیا که بریم. این روزگارم چقدر عجیب است. گاهی اوقات حتی اگه خودمان بخوایم خوش بوده نمیتونیم. گپ نزن بیا. درست است. خیرت است خانم شایقه. سالا زنده باشی خانم فخریه. چی گپ است؟ همراه ما رقص میکنی؟
اگه ای خواب باشه چی؟ نباید بیدار شویم. کسی که عاشق میشه ترس نمی داشته باشه. نام تو عشق است. من باید برات یک نام پیدا کنم. حالا برام نمیگی؟ هر وقتی که پیدا کردم باز میگم. به تو یک آغاز بسیار عالی بود شاهین. با نظرم این کارا نباید آغاز بگوییم. توی زینه ها را بسیار سریع تایی کردی شاهین. و خودمان بسیار عجیب بود. این جوان چی مشکل داره؟ امروز رفیقم کم نارام است. موضوع ینگی ماست؟ بله. باز سر آزار داده؟ با تو دختر کم نیست جوان، پشتش نگرد. این فرق میکنه آقا، بسیار فرق میکنه. در زندگی ما یک شخص وجود داشت که با دیگرها فرق میکرد. بر صورت شروع کن. شایقه راستش ای جهان بیادر من چی قسم زخمی شد؟ هنوزم برم نمیگی؟ من خب برات گفتم جانم، دیگه چند بار باید برات بگویم؟ اونا تمامش یک قصه ناق بود شایقه جان، فهمیدی؟ من درباره حقیقت میپرسم. دستم کوشش نکو پنهان کنی. بیوزو جهان همه چیزه برم گفته. کسی که پشتش گرفته بود او کی بود شایقه؟ او را سابق میشناختم. من میفهمیدم که پشت این قضیه حتما کدوم گپ هست. بیبی اینجا جای نشانی باشه. اگه او کسی را که تو میگی دوست پسر سابقت نباشه ناممون فخریه نباشه. حسابی کارت خود پرداختی فخریه. به خاطر او کار هنوز زیاد وقت مانده جانه. تو اول به خاطر ای که جهان توسطی که با کار زدی حساب پوره بپرداز. یکم زیاد مزه دارد. بخونی؟ شاین فردا وقتر به دفتر بیا. قراردادهای جدید باید امضا کنیم. ما یک جایی مهمانخانه هات باید درباره بودجه جدیدم گپ بزنیم رفیق. البته گپ میزنیم رفیق. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. تشکر. رویا اگر تو نمی بودی کار نمی شد. نه تو بسیار زحمت کشیدی، به خاطرش تشکر. کمی صبر کن، این خانوز آغاز کاره. بین که شما را برسانم. خوب است. نه خیر خود ما میریم رویا. چی بلد؟ نه من شما را میرسانم.
بخیر. نزاهت کی آمده دخترم؟ نزاهت گفتم کی است؟ مجید تو مرا تا خانه نرسان. من در اینجا پایین میشم. درست است جانم، هرچی تو بخوایی. ما اونجا پایین میشیم. همراه جهان یک جای در دکان کم گپ میزنیم. درست است. باز مردم بگن که دخترها زیاد گپ میزنن. درست است. بسیار خوب رفیق، بیا که بریم. پس ما سیدیاره فردا اونا رو میگیریم. خوب است. با امید دیدار. باز میبینیم. شب بخیر. شب بخیر. معلوم میشه خوب شدی. اما ترس خوب است. جهان اگه بار دیگه به شرکت آمدی حتما پیش ما بیا. ای بار با هم زیاد گپ خود زدی. منظورش چی بود؟ اوف بیادر تو نمیفهمی. ما به خاطر دیدن شایقه به شرکت اینا رفته بودم اونجا مقابل شدیم. تو همراه آدم قصه میکنی ها؟ قصه چی بیادر؟ توبه توبه کدام قصه است خیلی شم. حالا که بریم جهان. حالا بیا دیگه توبه توبه قصه چی نکنم. بگو دیگه شایقه بیادر ما توسطی کی زخمی ساختی؟ یک شخصی که در سابق میشناختمش. این داستان دراز نساز دیگه چیزی نیست. قسمی که اون نفرم میشناختی. حالا که تو میخوای از اون نجات پیدا کنی او از کارد خود استفاده میکنه. برام بگو که موضوع کاری است یا که موضوع عشق. این موضوع رو زیاد دراز نکن دیگه. خلاص شد رفت پشت کارش. خلاص نشده شایقه، خلاص نشده. او آدم بیادر ما با کار زده هنوز خلاص نشده. فهمیدی؟ اوف شما بیادر و خواهر چرا قدر ترسو هستی؟ طرف ما بیبی شایقه. ما بیادر خدا از کجا پیدا نکردیم. او شخص را که تو میگی موضوعش بسته شده رفته پشت کارش. بار دیگه اگر در مقابل جهان بیایه باز او وقت تمامتان چهره اصلی فخریه را خود دیدی.
بسیار ترسیدم. باید بترسی دیگه. آفرین، زود به گپ میرسی. بله نریمان. بله شایقه، گفتی زنگ بزنم، چی شده؟ خانه فخریشون هستی؟ درست است، همیاله میایم. بفرمایین چی شده؟ خانم زهرا، شب ناوقتم شده، اما میخواستم درباره اولادای ما کمی گپ بزنیم. بفرمایین آقا اسماعیل. مجید؟ نریمان، شاین بعد از رفتن ما تو را خونه راحت نساخت؟ چرا باید مرا ناراحت بسازه؟ راست میگی، تا جایی که من دیدم شاین یک دوست جدید پیدا کرده، نباید تو را ناراحت بسازه. نریمان، من خانه فخریشان آمدم، فردا باز میبینیم. حالا قطع میکنم. فخریه شایقه اینجاست. داخل بیا، داخل بیا. من حالا فهمیدم که عشق به یک تیم چرا فرق داره. چرا؟ این مهم نیست که هوادار کدام تیم هستی، مهمی است که با وجود برد و باخت بازم پشت رو اعلان نکنی تا وقت مرگ. تا وقت مرگ. یک مریضی است بیادر، عشق نیست به نظرم. راست میگم، باور کن. شایقه، به خاطر امشب بسیار زیاد تشکر. دستت چی شده؟ چیزی نشده، کمی خراشیده شده. او جهان بین خود کمی جنجال کرده. بازیم دست خدا با چاقو زده. بسیار خنده‌دار بود. خنده‌دار نیست جانم، ترسناک است. وقت مجید مرا به خانه میرساند باز با شاین مقابل شد. تو به خدایا، افسوس به حالش. به حال کی؟ همراه شاین او دخترم بود فخریه. کدام دختر؟ رویا. آی، او بدرنگه که میگی؟ به نظرم که شاین رویا را دوست داره. تو از کجا فهمیدی نریمان؟ سابق طرفم هم قسم میدید. تو به خاطر شاینم بخیلی میکنی؟ تو به خدا چرا بخیلی کنه جانه؟ او حالا از خود مجید آرجا و خلو را داره، شاهینه چی کنه؟ دلت میشه که دانو دماغ تپش کنانم؟ به منطقه ما آمدی کافی نبود که حالا به دکانم آمدی؟ از این کار کده بهترشو میتونم انجام بدم. بیبی پیش از اینکه دستم بلند شو از اینجا برو. راست میگم، اگر یک اشتباهی دیگه بکنی آرجه اغلق باز بسیار بد خواهد شد. هر وقت گپم تمام شد از اینجا میرم. نه اگه به دیدنم عادت کنی بسیار خوب میشه. با بودن ما در کنار نریمان تو نمیتونی اون قسم طرفش سیل کنی، فهمیدی یا نه؟ صبح، چاشت، شام، حتی 24 ساعت میتونم در این منطقه باشم شاهین. با نریمان قسم سیل نکو که دلش برات بسوزه. تو چی میگی ها؟ شاهین ایره میگم که این نگاه های سیاه تا سر ما دور بساز. برات گفتم از اینجا برو بی وجدان. شاهین آرجا اغلو از اینجا برو.
برو. وقت مجید شاهین ندید بسیار عصبانی شد. از شاهین هیچ نپرسیده چشمایی و غیر از نفرت دیگه چیزی دیده نمیشد. راستش نریمان، به نظرم اینقدر زود مقابل شدن دو رقیب با هم هیچ خوب نیست. صبر مجیدم یک روز لبریز خواهد شد. مجید خب مثل شاهین نیست شایقه، یعنی هر دوشان از هم فرق دارن. باور کن دنیا را کاملا از دگر نظر میبینه و شخصیتش از دگرها متفاوت است. جانم، من حالا به تو یک چیز دیگر را میخوایم بگویم. هم مجید هم شاهین کاملا خصوصیت متفاوت دارن. باید کاملا از هر نظر مواظب باشی تا کدام اشتباهی نکنی. بازی قسم میتونی موفق شوی. یعنی چی؟ یعنی صبر مجیدم آخر یک روز لبریز خواهد شد. بیبی وقتی موضوع درباره خانم باشه باز مردا حاضر هستن که حتی جان خود فدا کنه. اگه تو قدر جوان مرد هستی پس واقعا مرد باش و غیرت داشته باش و نریمانه بیشتر از جگر خون نساز. از اینجا گم شو. شاهین با دوستت بگو که از دختری که من دوستش دارم به همش دور باش. گفتم بیرون شو بی وجدان. شاهین با آخرین بار برات میگم از نریمان دور باش. حال مامرت میفهمم بی وجدان. شاهین آرام باش. اعلایم کو جهان، اعلایم کو که بفهمم با کی مقابل است. اعلایم کو که من شاد بتم. اعلایم کو، اعلایم کو. نمیفهمم با کی مقابل است. با ما اختار میته. مجید؟ نریمان تو چی نظر داری که مجید چرا اینجا آمده؟ خانم زارا، نمیفهم کی گپ از کجا شروع کنم. خلاصه بگویم بچه ما امرا از کارش بسیار پشیمان شده. بسیار اگه اصلی هم ببخشیش آمدیم که با خود ببریمش، اما اگه نمیخواه او خواست خودش است. البته اینا هنوز جوان هستن، متعال بودن چی است، خانواده چی است، کم کم بالاخره یاد میگیرن. این کارا یک قسم یاد گرفته نمیشه آقا اسماعیل. بچه شما چند بار دختر ما با بیرحمیلت و کوب کرده. خواهر مادر مرا پس اونجا روان میکنه. تشویش نکن، امکان نداره جانم. اگه خودت نخواهی هیچ کس نمیتونه پس به او خانه قدریه روانت کنه. بچه مام در مقابل کارهای دخترتان اقدر ملامت نیست. چی؟ به هر حال زمان گذشته، نباید از این بیشتر پشتی گپ بگردیم. باید در فکر آیندهشون باشیم. همتون نیست؟ ما به خاطر تمام حادثات گذشته معذرت میخوایم. از اصلی هم معذرت میخوایم. این کارم فقط به خاطر بچه ما میکنیم. اصلی باید آمده دست ما را ببوسه تا آشتی کنیم. اصلی خواهر من پس اونجا نمیرم. اصلی ایام از انسانیت ما بود.
بیا دیگه بیا، دست ما را ببوس که پس بریم. با آقا اسماعیل و خانم قدره دروازه را نشان بده دخترم. راستش حوصله ندارم که از جایم بخیزم. خوش آمدین دخترم. سالگرد چطور گذشت دخترم؟ خوب بود. بازی دختره چی شده؟ این عکس از عمر زیاد شده زاید تو خونیست که با فخریه بخیلیش آمده باشه. شایقه دست چطور از دخترم؟ خوب است چیزی نشدیش. تشویش نکن، جای زخمش نمیمانه. یعنی میگن که خوب میشه؟ بله خوب میشه. خدا. ما کاملا اشتباه کردیم که اینجا آمدیم. اینا کی هستن که با اینا انسانیت کنیم؟ حالا دیگه از خانه ما بیرون شوید. اشتباه کردم که شما را به خانه می اجازه دادم. بشنو تو مرا مجبور کردی که به دروازه ای بی‌تربیه و بی‌ادبا بیایم. بیا که به خانه خود بریم. باز با بچه‌ت بگو که ما دختر چه قسم خانواده را گرفتیم که بلای جان ما گشت. متوجه باش. تو کی هستی که سر خانواده ما گپ میزنی ها؟ دختر و مادر هر دوتون یک قسم هستیم. زندگی بچه ما تباه کردین. بچه گل ما تباه کردین و این روز رساندین. تو متوجه نیستی که از آن چی میبرایه؟ حالا متوجه نیستی. قدریه خوب هستی؟ چرا طرفم سیل میکنی؟ برو با امبولانس زنگ بزن. درست است، هم یارو زنگ میزنم. تو عجله کن. خانم قدریه. آی میمورم، دست نزن. آی مردم. آی میمورم. سوچو جواب بده و نور. شماره را که دایل کرده اید فعلا خاموش می باشد. هر قسمی که خودت میخوایی. به مجید زنگ میزنی؟ با اونور زنگ میزنم. راستش امروز غال مغال کردیم. حالا موبایلش خاموش کرده. چی شده؟ امروز بسیار زیاده روی کرد. بعضی اوقات از حد خود میگذره. انسان باید بفهمه که در موقف خود باشه. تو ایره میفهمی پلین؟ اگه تو درباره مجید گپ میزنی آرزو، باید بگوییم اون موضوع با این فرق میکنه. هر دوش کاملا یک چیز است. هرچی نباشه اونورم در مقابل تو هم احساس داره. آرزو لطفاً بس کن. به نظرم در این باره گپ نزنیم خوب میشه. سالها میشه که من بله سال هاست که تو چوب هستی پلین. اما چی نتیجه داد؟ اون نور خود کار بزرگ انجام دادن نتونست. تو چی وقت کنان شدی آرزو؟ وقتی که شما متوجه نبودین. هیچ کس متوجه من نیست. من هر لحظه نریمانه با عشق خود پیش چشمایی میبینم. یعنی این ضرور است که همه چیز در مقابل چشمای من اتفاق بیفته؟ من به مجید ارزش قائل هستم اما او همراه نریمان است. پلین هر قدری که تو پشت مجید بدوی همون قدر ارزش او را بالا میبری. این کارا نکن. یعنی تو میگی که او ارزش نداره؟ میگم پشت مجید قدر ندو. قسم او را در مقابل چشمای تو قلبت بزرگ میسازی. اینقدر تیز نرو پلین. توقف کن.
کنم. قدریه هیچ نترس، را چیزا نشده. خوب خود شدی. از خاطر او زهرای شیشک است. مادر اینجا چی گپ شده؟ ما هیچ چیزی نکردیم شاهین، ما فقط از اینا با هم گپ میزدیم، باز از این هفتی دروغ میگه شاهین، ما او رو تیره نکردیم بچه، تا دل خود هست داده پتن از اینا پایین هفتید، ما هیچ کاری نکردیم، باور کو فقط اونجا استاد بودیم. آقا اسماعیل ما امرایتان میایم. اسماعیل به اون اجازه ندی که بیاید. اسماعیل اینا مرا خود کشتن و علیتون به پلیس شکایت میکنم. نمیخوایم. شاهین ما چیزی نکردیم، او خودش از اینا پایین افتید بچه‌ام، چرا به گفت باور نمیکنی؟ چی شده جانم؟ دفتن از اینا پایین افتید. شما با هم جنگ کردید؟ جنگ چی جانم؟ او خانم تعادل خود از دست داد و از اینا افتاد. های افسوس به حال او. وای وای وای. حالا چی خواهد شد که متوجهش خواهد بود که از او کیم نداره؟ خدا شفاش بده. خدا من شفاش بده. خب آسلی تو به خاطر مراقبت خوشیت اونجا میری؟ تو حامله هستی، هوش کنی شفاخانه نری، وقتی خانه آمد باز پیشش. خانم قدران با سانی سر پای استاد شده نمیتونه. توبه خدا نگاه کنه. برات گفته بودم که هیچ وقت دستای هم دیگر نباید رها کنیم. بیبی جانم رها کردن دستار خوبان ما حتی بدون تو نفس کشیدن نمیتونم مجید. مادر همه چیز خوب خواهد شد، تشویش نکنین. به خاطر مام نمیتونین کم خود خوش نگاه کنین. چیزی که باید شوه میشه. به خاطر کاری که امروز انجام میتونم هیچ وقت پشیمان نخواهد شدم. مادر چیزی که در زندگی ما آمده عشق است. اگر دروغم باشه یک دروغ خوشایند است. نریمان چرا اینقدر پریشان معلوم میشی دخترم ها؟ هیچ طرف ما بیبی باز خوب با او بچه پولدار رابطه برقرار نکدی نه؟ آه دخترم یک دانه باز کار نکو که قلب پدر دستاد شوه. او خود دختر مامایت پلی ندوست داره اما تو نیست؟ نه خیر او را دوست ندارم، فقط در روزنامه ها ما تو چاپ کردم. کم از کم هرچی که باشه عشق اونا خود روزنامه ای است. عشق شما چی است میشه برم بگویی؟ مجید آرجا اغلو با تو نمیخواست که عکسش در روزنامه چاپ شوه، اما خدا نجاتش داد. اگر نه کم مانده بود که به خاطر تو زندگی خود از دست بده. پدرم بیدار شده؟ البته پدر تا این وقت حتما بیدار شده دیگه. دخترم شما را چی شده هیچ نمیفهمم. شایقه از یک طرف و تو از طرف دیگه. تو فهمیدی که دست شایقه چرا بریده شده؟ پرسیدم اما هیچ چیز برام نگفتم. بیازم میترسم که از شایقه چیز بپرسه و همراهش گپ بزنم، هر گپ غلط درک میکنه. آی چی کنه دیگه؟ او خوبی را ندیده بیچاره. حتما فخریه است. صبح خیر کاکا فایز. خوش آمدی فخریه دخترم. چطور هستی؟ چطور باشم دیگه کاکا فایز؟ کاملا مثل دیروز هستم. صبح خیر، خوش آمدی. خب سالگیری چطور شد؟ تبریک باشه. سالگیری مرا میگه نی؟ ها بله برام تبریک باشه.
والا چی یک سال کم چی یک سال زیاد، اما متاسفانه در زندگی من هیچ چیز فرق نمیکنه. ایگه به نظرم بازم تبریک باشه. پدرم زنگ زده. حتما به خاطر سالگرد زنگ زده. آفرین به او. شب و روز در مسافرت است اما هیچ وقت اولادش فراموش نکرده. جواب بده. بله سلام پدر، چطور هستین؟ چند ما شد با هم هیچ گپ نزدیم، ما را بسیار با تشویش ساختین. سلام من برش بگو. کاکا فایزان براتون سلام میرسونم. سلام من برش بگو. پدر چی وقت پس میین؟ در لیبیا هستین؟ 4 ماه شد پدر. چی؟ نفهمیدم، یک بار زگان برام بگویی؟ متوجه نشدم. راست میگین پدر؟ درست است. بخیر باشه. فخریه جان کدام گپ شده؟ نه خیر، یک گپ خوب شده حتما. پدرم در لیبیا عروسی کرده. گفت که یک مدت دگام اونجا می باشه. توبه اوف خوب شد دیگه، یعنی کار بد خو نکرده، تمام عمر خود تنها زندگی کردن نمیتونست. اما تو نیست گلتر خاله، واقعا کار خوب شده دیگه. نریمان ما چرا همیشه قدر تنها هستی؟ بیادر او دختر بیچاره بسیار پریشان شد. بیبی سالا بدون پدر و مادر جهان و فخری از زندگی خود خوب پیش بردن. پدر هست دیگه. گلتر یک لحظام عاطفه و محبت و دوستی تا از فخری کم نکنی خواهر جون. درست است بیادر، اونا پیش ما امانت هستند. شایقه لطفا نرو. درباره اون نریمانی که هر دو مرد زندگی من از پیشم گرفت فکر کرده بیدار شدم و یک روز جدید آغاز کردم. جانم همه چیز بالاخره خوب خود شد. راستش ای که خوب میشه یا که بدتر و مرور زمان خواد دیدم. حال دیگه من پشت اونا را رها کردم. هر قسمی که میخواین زندگی کردم میتونم.
در مقابل نریمان هم پدرم هم مجید هر قسمی که میخواین میتونن رفتار کنن. دختری که به خاطر به دست آوردن محبت خود بدون تو بودن بسیار کوشید، اما این عشق فقط یک خیال است. تنها گذشت می توانست آنها را از دوری ابدی نجات دهد. بهترین سلسله فیلم های ترکی، هدایت، عشق و نفرت، زخم دل، و مانند اینها را. این چنین ویدیوهای جالب را با صفتی بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز میدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز میدیا آبونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید.